بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستای عزیز، در درس اول هستیم در نام الله سبحانه و تعالی. بعد از اینکه فهمیدیم که الله سبحانه و تعالی باید در 6 مسئله که مستحق عبادت الله بود و الله معبود به حق است و مستحق عبادت است و مستحق اطاعت است، و چهارمین نقطهش ای بود که عبادت و اطاعت مخصوص الله هست، و پنجمیش ای بود که الله سبحانه و تعالی دارای صفات و افعال بسیار عالی هست که به جلال و عظمت از او شایسته هست، و ششمی ای که عبادت الله سبحانه و تعالی بدون طریقه پیغمبرش از طریقه دیگی فهمیده نمیشه. خب میم سر این قسمت دوم که رئیس الموحدین که رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. ای پیغمبر با عظمت، ای حبیب الله، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم که برش و ما ینطق عن الهوا، که از خواهشات خود صحبت نمیکرد، بلکه ان هو الا وحی یوحى، برش وحی میه. میبینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم که رئیس الموحدین هست، اسم الله را چه قسم معرفی میکنه. با وجود از که خودش پیغمبر الله است، ولی از اولیاء الله است، رئیس موحدین است، رئیس المجاهدین است، قادة المجاهدین و اولین دعوتگر، یعنی داعی بزرگ اسلام هست، صفات بسیار عالی داره. آل خودش در مقابل ذات با عظمت که الله هست چه قسم استاد میشن و چه قسم امرای از او چه قسم او رو بر ما معرفی میکنه، به شکل عملی چه قسم با او مناجات میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم اسوه ما هست و بر ما درس و تعلیم میده که الله رو این قسم بشناسیم. خب ای رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما معرفی کو که الله را چه قسم ما بشناسیم. اول رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الله که است معبود به حق است که مستحق عبادت است. معبود به حق است که مستحق عبادت است. امام ابی داود رحمه الله تعالی روایت میکنه. طبعا امام ابی داود در سنن ابی داود در حدیث 5071 روایت میکنه که عن انس بن مالک ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگه که انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمودن که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من قال حين یصبح او یمسی، هر کسی که صبح میکنه و یا عصر رو دیگر میکنه و شب میکنه چی بگویم؟ میگه اللهم انی اصبحت، میگه یا الله من صبح کردم، اشهدک، تو را شاهد میگردانم، و اشهد حملت عرشک، یا الله اول ذات مقدس خودت شاهد میگردانم، باز حمله عرش تو را، اون ملائکه هایی که عرش رحمان حمل میکنن اونا را هم شاهد میگردانم، و ملائکتک، و تمام ملائکه تو را، و جمیع خلقک، و تمام مخلوقاتت. الله را شاهد میگردانه، حمله عرش، حاملین عرش شاهد میگردانه، و ملائکه را به صورت عام شاهد میگردانه، و تمام مخلوقاتت کل از اینها را شاهد میگردانه انک انت الله، یا الله سبحان الله، یقینا که تو الله هستی، معبود به حق هستی، مستحق عبادت هستی، مستحق اطاعت هستی و عبادت مخصوص تو است. لا اله الا انت، نیست هیچ معبود به حقی که مستحق عبادت باشه، ذاتش عبادت شوه و شریعتش اطاعت شوه، الا انت، بغیر از تو یا الله.
و ان محمدا و یقینا که محمد صلی الله علیه و سلم کس عبدک و رسولک، بنده تو هست. میبینین رسول الله صلی الله علیه و سلم خود معرفی میکنه که محمد صلی الله علیه و سلم بنده تو هست، تو الله هستی، تو مستحق عبادت هستی و محمد بنده تو هست و رسولک و رسول تو هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که اگر کسی با اموت یک عقیده امی کلمات بگویه، اعتق الله ربعه من النار، الله متعال چهارم حصه بدن زیره از آتش دوزخ نجات میده. یکی بر چهار. خب یکی بر سه بر چهار دیگهش مان. فمن قالها مرتین، به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که اگر کسی ایره 2 مرتبه گفت، اللهم اینی اصبحت اشهدک و اشهد حملة عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت الله لا اله الا انت و ان محمدا عبدک و رسولک. اگه کسی را 2 مرتبه گفت، اعتق الله نصفه، الله متعال نصف اعضای بدن، یک بر 2 بدن زیر از آتش دوزخ نجات میده. و من قالها 3، و هر کسی که اگر ایر 3 مرتبه گفت، اعتق الله 3 ارباعه، الله متعال 3 بر 4 حصه وجود زیر از آتش دوزخ نجات میده. فان قالها 4 اعتقه الله من النار. اما اگر کسی 4 مرتبه ایر صبح میگه یا 4 مرتبه ایر شام میگه، الله متعال ایر از آتش دوزخ کاملا نجات میده. چرا؟ این اساس عقیده توحید است. عقیده توحید است که کل گیر شاهد بگردانی که من این تو یک عقیده دارم، انک انت الله، تو الله هستی، تو خالق ذوالجلال هستی و محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول تو هست. در قسمت رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی افراط و زیاده روی مثل که دیگه امت ها کردن، یکی قبر پیغمبر خدا عبادت کرد، یکی مجسمه ش ساخت و عبادت کرد، یکی او را گفت که تو بچه الله. این افراط ها را نمیکنن، بلکه عقیده می داشته باشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم و تمام پیغمبران بنده الله هستند و رسول الله هستند. سبحان الله. خب و رسول الله صلی الله علیه و سلم مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه روایت میکنه ان النبی صلی الله علیه و سلم كان یقول فی دبر كل صلاة مکتوبه، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از هر نماز فرض امی عقیده توحید میگفت و به شکل عملی برای امت خود تعلیم میده. چی میگه؟ لا اله الا الله وحده لا شریک له، لا اله نیست هیچ معبودی به حقی که مستحق عبادت باشه و عبادت خاص بر ازو بگردانی، الا الله، بغیر از الله، وحده لا شریک له، ذات یگانه هست، لا شریک له، بر ازو هیچ شریک نیست، له الملک، سبحان الله، ذات یگانه هست که مستحق عبادت است، مستحق اطاعت است، بر ازو رکوع و سجده و دست دعا بلند. چی میگن؟ وحده و یگانگی، لا شریک له، بر ازو هیچ شریک نیست، نه از ملائکه، نه از پیغمبران، نه از اولیاء، هیچ کسی با او شریک شده نمیتونه. له الملک، بر ازو خاص است مالکیت، خاص است بر ازو تصرف در تمام کائنات، و له الحمد، و خاص است بر ازو حمد، ثنا و صفت، خاص است بر ازو، و هو على كل شيء قدیر، و او بر هر چیز قدرتمند است. باز برش میگه که اللهم یا الله لا مانع لما اعطیت. تقول رسول الله صلی الله علیه و سلم توحید عملا بر ما تعلیم میده. خودش میگه اللهم یا الله لا مانع لما اعطیت، نیست مانع کننده به او چیزی که تو برای کسی بیتی و بخشش کنی. یعنی الله، یا الله اگر برای یک کسی چیزی بیتی، صحت بیتی، عافیت بیتی، عزت بیتی، خلافت بیتی، امامت بیتی، سیاست بیتی، قدرت بیتی، حکومت بیتی، لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اما برای کسی که تو چیزی نتی، وقتی که تو عزت نتی، تو ایمان نتی، تو هدایت نتی، هیچ کسی بر ازو داده نمیتونه چیزی.
حتی خود رسول الله صلی الله علیه و من برای کس چیزی داده نمیتونم، یا الله فقط تو هستی که هدایت، ایمان، استقامت، كل چیز مربوط تو هست. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. و منفعت نمیکنه بر صاحب سرمایه، انسان سرمایه دار و مالدار، من که از تو الجد و سرمایش هیچ منفعتی از تو نمیکنه که او را نجات بده. اللهم الا که این انسان سرمایه خدا در راه تو و رضایت تو مطابق حکم تو استعمال بکنه، اونجا باز مالش به دردش میخوره، در غیر از به دردش نمیخوره. ببین رسول الله صلی الله علیه و سلم الله را بر ما معرفی میکنه. الله کدام ذات است؟ لا اله الا الله. الله کدام ذات است؟ وحده لا شریک له. الله کدام ذاتی است؟ له الملک. الله کدام ذاتی است؟ له الحمد. الله کدام ذاتی است؟ و هو على كل شيء قدیر. الله کدام ذاتی است؟ ذاتی است که لا مانع لما اعطا، که کس مانعت کردن نمیتونه با چیزی بده، چیزی که او برای انسان بده هیچ کس نمیتونه مانعت بکنه. الله کدام ذاتی است؟ ذاتی هست که لا معطی لما منع، چیزی داده کس نمیتونه وقتی که او منع بکنه. الله کدام ذاتی است؟ الله ذاتی هست که سرمایه دار نمیتونه که برش منفعت برسانه، نمیتونه برش منفعت برسانه که او را از عذاب الله، از سختی ها، از مرگ، از این چیزا نجات بده، هیچ چیز نمیتونه. بس این قسم رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما الله را معرفی کرد، باید امی قسم الله را بشناسیم با یگانگیش. امام مسلم رحمه الله. خب دوم رسول الله صلی الله علیه و میگه که الله سبحانه و تعالی ذات است که عبادت و اطاعت مخصوص از او هست. اگر میخوای که بنده خوب الله باشی، عبادت مخصوص الله بکن، مطیع احکام الله باش، شریعت الله را سر تطبیق بکن و قوانین دیگران را کلش رد بکن و تسلیم هیچ قانون نشو. امام مسلم رحمه الله در صحیح مسلم روایت میکنه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما انه كان يقول دبر كل صلاة. میگه عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه چی میکرد؟ میگه در پشت هر نماز میگفت حین یسلم، وقتی که سلام میداد از نماز خود چی میگفت؟ لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة مكتوبة. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وقتی که سلام دار میداد این کلمات میگفت و باز چی میگفت؟ میگفت این چیزم از دل خود نمیگم، رسول الله صلی الله علیه و سلم امی قسم تحلیل، امی کلمات بعد از هر نماز فرض میگفت، من به رسول الله صلی الله علیه و سلم اقتدا میکنم و آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من هم میگم و عقیده من امی قسم که رسول الله صلی الله علیه و سلم عقیده داشت برای ما تعلیم داده بود، امی قسم عقیده دارم. چی میگفت؟ لا اله الا الله، نیست هیچ معبودی که اطاعت شوه و عبادت شوه الا الله، بغیر از الله وحده به یگانگیش، لا شریک له، بر از او هیچ شریک نیست، له الملک، ذات به عظمت است که مالکیت و تصرف مخصوص از الله للاختصاص والاستحقاق، مستحق مالکیت، مستحق تصرف در تمام کائنات، مستحق تصرف در وجود ما و تمام مخلوقات او هست. له الملک و له الحمد، و حمد مخصوص از او و مستحق حمد او است. و هو علی کل شیء قدیر، و هو به هر چیز قدرتمند است. لا حول ولا قوت. چی معنی؟ لا حول من المعصیه، برگشت نیست از گناه، ما نمیتونیم که از گناه خود نجات بدیم. ولا قوت بالطاعه، و قوت نیست به اطاعت الا بالله.
مگر به قدرت الله، مگر به استعانت الله، مگر به کمک الله. لا حول ولا قوة الا بالله. همین معنیش است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای خالق متعال بندگی خود بیان میکنه، عاجزی خود بیان میکنه و برای ما میگه که شما هم به ما اقتدا بکنین. عبدالله بن زبیر رضی الله عنه هم به رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابی هست، اقتدا میکنه و همین قسم برای الله عاجزی و بندگی خود بیان میکنه. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول یعنی توانایی نداریم برای برگشت از چی؟ عن المعصیه، از گناه ها. ولا قوت و قوت نداریم به چی؟ به طاعت، که طاعت الله را بکنیم. الا بالله، مگر به استعانت الله. الباء للاستعانه، مگر به استعانت الله، مگر به کمک الله. لا اله، نیست هیچ معبودی به حقی که مستحق عبادت باشه الا الله. باز تکرار میکنه الا الله، بغیر از الله. ولا نعبدو، ای مردم، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه ما که بنده های الله هستیم. خود رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحابش و تمام مؤمنان کلگی اعتراف میکنن که ولا نعبدو الا ایاه، عبادت نمیکنیم مگر الله را. ما ملائکه را عبادت نمیکنیم، ما پیغمبران را عبادت نمیکنیم، ما اولیاء الله را عبادت نمیکنیم، ما دوستای الله را عبادت نمیکنیم. کلش دوست داریم لکن عبادتشان نمیکنیم. عبادت کی نمیکنیم؟ فقط الله را میکنیم. ولا نعبد الا ایاه له النعمه. چرا؟ تمام نعمت ها مخصوص از او هست. ما را کی زندگی داده؟ الله. پیغمبر زندگی نداده. پیغمبر برای خود زندگی داده نمیتونه. فرزندش با وجود ازی که شخصیت بسیار بزرگ است، رسول الله است، حبیب الله است، لکن فرزندش پیش روی چشمش وفات میکنه. خورترک بچه‌هایش فوت میکنه، نمیتونه اونا را حیات بده، نجات بده، شفا بده. تمام نعمت ها که هست که برای پیغمبر ها، خود نعمت پیغمبری به رسول الله صلی الله علیه و سلم کی داده؟ الله داده. برای ما تو نعمت ایمان کی داده؟ الله داده. این نعمت الله هست که توفیق داده که ما و شما الحمدلله الله را به وحدانیتش به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم بشناسیم. و از الله میخوایم که یا الله در این راه بر ما استقامت نصیب بکن، یا الله در این راه بر ما شهادت نصیب بکن، در این راه یا الله در این راه ما را به روز قیامت حشر بکن. ولا نعبد الا ایاه. این کل نعمت ها له النعمه، تمام نعمت ها مخصوص از او هست. وله الفضل، و تمام فضیلت که است مخصوص از او است. کل لام بل استحقاق و اختصاص است. چقدر یک لام چقدر پرمعنا است. له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن. و مخصوص الله هست ثنای نیک. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواهد این ذکر خود برای ما چی درس بده؟ برای ما میگه که او مردم، لا اله الا الله، معبود نیست بغیر از الله. او واحد است، لا شریک است. در عبادت و اطاعت کسی را شریک از او نسازین. مالکیت و تصرف و قدرت اصلا مخصوص از او هست. هم مخصوص از او هست. او بر هر چیز قدرت داره. برگشت از معصیت نیست مگر استعانت از او. تو اطاعت و عبادت کرده نمیتونی، قوت به عبادت نداری مگر به کمک از او. نیست هیچ معبود به حق، نیست هیچ کسی مستحق عبادت، نیست هیچ کسی که ذاتی که عبادت مخصوص از او باشه الا الله و غیر از الله. ما که هستیم کسی دیگر عبادت نمی کنیم بغیر از الله. نعمت ها کلش مخصوص از او هست. او برای ما این نعمت ها را میده. وله الفضل، و تمام فضائل که هست مخصوصی از او هست. او فضیلت میده، یکی را پیغمبر میسازه، یکی را نبوت میده، یکی را رسالت میده، یکی را ایمان میده، یکی را تقوا میده، یکی را سعادت دنیا و آخرت برش میده، یکی را مادیات میده، یکی را معنویات میده، یکی را همه چیز برش نصیب میکنه. سبحان الله. کل نعمت ها مخصوص از او هست. وله الثناء الحسن، ثناء نیک هست مخصوص از او هست که به جلال و عظمت از او شایسته هست. لا اله الا الله،
نیست هیچ معبودی به حق الا الله، مگر الله. الله الله، و غیر از الله کسی دیگه نیست. مخلصین، ما این کلش میگیم در حالی که اخلاص داریم به الله. له الدین، دین مخصوص از او بیان میکنیم. اخلاص به الله هست و دین هم مخصوص الله هست. دینداری و ایمانداری مخصوص الله هست. ولو کره الکافرون، اگرچه کافرها بد ببینن، بدگویی بکنن، دشنام بتن، نامای عجیب و غریب سر ما بانه، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، سر مسلمان ها مجرما را الله معرفی میکنه. اونا سر مسلمان ها چی میکردن؟ خنده میکردن. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون و اذا مروا بهم يتغامزون، وقتی که از مسلمان ها تیر میشن غمزه و فکایی و چیره و اشارای رنگارنگ میکنن. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون و اذا مروا بهم يتغامزون و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. پیش اما اهل خود، پیش از امو بیدینای خود که میره پیش از او باز بسیار خوشحال میباشه و فکایی گویی میکنن. و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين و اذا رآهم قالوا ان هؤلاء لضالون. باز وقتی که مسلمان ها را میبینه باز میگه که مسلمان ها گمراه هستند، سرشنامای عجیب و غریب میمونن. و اینال الله متعال میگه، رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ مخلصین له الدین ولو کره الکافرون و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء. متوجه هستید دیگه امت های اسلام همین قسم حکم شده بود. ولو کره الکافرون، اگرچه کافران بد ببینن. قال ابن الزبیر و کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یحلل بهن دبر کل صلاة مکتوبه. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از هر نماز فرضی همین قسم عاجزی خدا، عبادت خدا، اخلاص خدا، دینداری خدا، ایمانداری خدا به الله بیان میکرد. و چه خوب است که اینم عقیده داشته باشیم، عقیده توحیدی، و بعد از هر نماز فرض همین قسم بگوییم که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک، با معنایش، با عقیده، با فکر، با قلب. نه قسم که در زبان گفته بری و مثلا فکرت نباشه. نه، لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله، چقدر با لذت است و چقدر مزه‌دار است وقتی که انسان عقیده توحیده. ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا. رسول الله صلی الله علیه و میگه هر چیزی یک لذت داره. لذت ایمان که پیدا میکنه من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم رسول. وقتی که الله را بر ربوبیت قبول کردیم و اسلام الدین خود قبول کردیم و رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول خود قبول کردیم، اینجا الله رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که این چی است؟ لذت ایمان انسان میفهمه و از کفر دوری میکنن، از زندگی در بین کفار دوری میکنن، از محبت کفار، از همکاری با کفار، از کل از دوری میکنن. چرا؟ رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا. سوم، رسول الله صلی الله علیه و سلم الله را معرفی میکنه، میگه الله ذات با عظمت است که دارای نامها و صفات است که به جلال و عظمت از او شایسته است. و جلال و عظمت از او شایسته است. امام احمد بن حنبل رحمه الله روایت میکنه در مسند احمد بن حنبل، یکی از کتاب‌های حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، کتاب مسند احمد بن حنبل است. بسیار کتاب بزرگ است، تقریبا بیش از 30,000 حدیث در او جمع کرده. عن عبدالله قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، عبدالله یک صحابی مبارک است، میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که ما اصاب احدا قط
همون ولا حزن میگه نمیرسه به یک شخصی قطعا ابدا. همون یک جگرخونی و حزن یک جگرخونی، هموم یعنی غم، رنج، درد. حزن جگرخونی، پریشانی. فقال امی شخص وقتی در حالت جگرخونی و غم و درد خود چی میگن؟ اللهم انی عبدک. سبحان الله. در غم خود، در درد خود، در مشکلات خود به ذات ذوالجلال رجوع میکنه و میگه اللهم، یا الله، انی عبدک، من بنده تو هستم. ابن عبدک، پسر بنده تو هستم، یعنی پدرم هم بنده تو هست. ابن امتک، پسر کنیز تو هستم، یعنی مادر من هم بنده تو هست. ناصیتی بیدک، امین ناصیه پیشانی رو میگه، یعنی وقتی که پیشانی که کس به دست تصرف یک کس باشن دیگه کل اعضای بدن از او به تصرف از او هست. یا الله، اختیار من و اینمی پیشانی من ای به دست تو هست. ماضن فی حکمک، یا الله، احکام تو در من، حکم تو جاری هست. دوستان عزیز، وقتی که میگیم که ناصیتی بیدک، ید به الله نسبت میدیم دوستان، هیچ وقت مخلوق در اینجا در نظر خود نمیریم. چرا؟ مخلوق که هست، دست مخلوق و صفات مخلوق صفات ضعف. وقتی که میگیم به الله، الله کدام چیز را به خود نسبت داده رسول الله صلی الله علیه و آله، از ذهن خود مخلوق میکشیم. اما قسم ید الله هست، دست الله هست که به جلال و عظمتش شایسته هست. تشبیه با مخلوق نمی کنیم، تمثیل نمی کنیم. تشبیه با مخلوق شرک است. مثالش به مثل دادن به مخلوق شرک است. این کارا را نمی کنیم. فقط مثل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی اونا یک صفت الله را بیان میکردن، مخلوق از ذهن خود سم انداختن. هیچ مخلوق در ذهنشان خطور نمیکرد. ما از ذات ذوالجلال گپ میزنیم. پیشانی من در ید الله هست. چه قسم از ید الله، دست الله؟ همون قسم که به جلال و عظمت شایسته هست و با هیچ چیز، هیچ مخلوق مشابهت و مماثلت نداره. سبحان الله. ماضن فی حکمک، باز این میگه یا الله، در من حکم تو جریان داره. عدل فی قضاءک، فیصله تو یا الله در قسمت من عادلانه هست. اگر با حکمت مصیبت میتی، با رحمت هزاران حکمت دیگه به ما میتی. اگر یک دروازه را با حکمتت بسته میکنی، با رحمتت هزاران دروازه را باز میکنی. ز حکمت گر ببندد دری، و رحمت گشاید هزاران دری. خب، اللهم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاءک، عادلانه هست در مورد من قضاوت تو. آلی انسانی که غم داره و درد داره، ای عاجزی خدا و بندگی خدا و قدرت الله را و تسلیمی خدا به الله وقتی که بیان کرد، آلی چی میگه؟ اسألک بکل اسم هو لک، یا الله، من تو را سوال میکنم با تمام نامهایی که بر تو هست. چقدر از تعداد از این نامها نمیفهمیم. رسول الله هم تشریح میکنن اسألک بکل اسم، تو را سوال میکنیم به اون نامهایی که یا الله تو داری. با کل از نامهای تو را سوال میکنم، یعنی توسل میکنم به نامهای تو، به تمام نامهای. این طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم است در توسل کردن به نامهای الله سبحانه و تعالی. اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک، اون نامهایی که خودت ذات با عظمتت به اون نامگذاری کردی. او علمته احدا من خلقک، یا از این نامهایی که برای خود نام گذاشتی با تعلیم دادی به یکی از مخلوقاتت، به ملائکه باشه، به نبیین باشه، برای از اینا. و اون نامها به کل عظمت را سوال میکنم. او انزلته فی کتابک، یا اون نامت نازل کردی در کتابت، در قرآن عظیم شان، و یا به وحی خفی به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتی. او استأثرت فی علم الغیب عندک، یا الله، اون نامی که
او را در علم غیب خود نگه کردی و برای هیچ کس را تعلیم ندادی. از این موضوع میشه که نامهای الله بسیار زیاد است. ما و شما صرف اما قدرش میفهمیم که در قرآن و سنت بر ما و شما بیان شده، اما باقی ماندی از اون نمیفهمیم. لکن با تمام از این نام ها توسل میکنیم برای الله. چی میگیم؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، این که یا الله اول قرآن عظیم الشان سیراب کننده قلب ما بگردانی. این قلب حزین، این قلب جگرخون، این قلب درد داره، کی میتونه سیراب بسازه از رحمت الله که کل درد و رنجش خلاص بسازه؟ قرآن عظیم الشان. انت جعل، یا الله تو قرآن عظیم الشان ربیع قلب ما بگردان. ربیع یعنی مثل چشمه آبی که سیراب میگردانه. و نور صدری، و نور تمام سینه ما بگردان. اول قلب است، باز تمام سینه انسان است. تخت سینه است، تخت سینه بگرد. اینال ربیع قلب، انت جعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و دور کننده غم ما. قرآن بگردم که وقتی ما آیات قرآن برای ما شفا و رحمت باشه. و ذهاب همی، و دور کننده و برنده چی؟ امو هم و تشویش و امو چیزایی که مثلا ما دپریشن دارم، الا مگر ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه الا اذهب الله همه و حزنه. وقتی که این قسم به الله رجوع بکنه و این قسم کلمات بگویه و این قسم توسل بکنه، مگر ای که الله تمام جگرخونی و غمش و این تنشن میگن، تنشن و دپریشن و غصه و تشویش و کلش الله متعال از بین میبره. و ابدله مکانه فرحا. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که باز الله متعال به عوض از برش چی تبدیل میکنه؟ خوشی نصیبش میکنه. و ابدله تبدیل میکنه غمش به چی؟ به خوشی. و ما ینطق عن الهوی، رسول الله صلی الله علیه و سلم خود گپ نمیزد، این هو الا وحی یوحی، برش وحی نمیشد. قال، این صحابی میگه فقیل، یک کسی میگه گفت که یا رسول الله، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم الا نتعلمها، آیا همین یاد نگیریم؟ فقال میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود بله ایره یاد بگیرید. ینبغی لمن سمعها ان یتعلمها، مناسب است برای هر کسی که ایره میشنوه ایره یاد بگیره. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که این نسخه برای دفع حزن و سختی، این نسخه چی هست؟ این نسخه روانی، این طب روانی قرآنی، این طب روانی نبوی برای کلگی هست. هر کسی که از امت رسول الله صلی الله علیه و سلم با ایمان و عقیده درست اینه میشنوه و به ایمان میداشته باشه و اینه یاد میگیره، امیر برای شفا و رحمت است. سبحان الله. الله را معرفی کرد که الله ذاتی هست که دارای نام هاست. ما شما گفتیم الله را رسول الله چه قسم معرفی کرد؟ که دارای نام ها و صفات هست که مخصوص از او هست. بعضش در قرآن بیان کردن، بعضش در سنت بیان کردن، بعضش برای یکی از بنده های خود، برای یک پیغمبر تعلیم دادن، برای یک ملائکه تعلیم دادن، و بعضش در علم غیب خود چی کردن؟ حفظ کردن. رسول الله صلی الله علیه و الله را این قسم معرفی میکنن. چهارم، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الله ذاتی است که عبادت از او راه برای عبادتش نیست مگر از طریق پیغمبرش. همه قاعده قبلی. یعنی چی؟ یعنی اگر تو میخوای عبادت الله را بکنی، باید به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنی. چرا در کلمه ما میگیم که لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ چون در کلمه سه تعهد میکنیم. لا اله، نیست هیچ معبودی که ذاتش عبادت شود، نیست هیچ معبودی به حق که شریعت از او اطاعت شود. این دو تعهد. تعهد سوم چی است؟ محمد رسول الله. یا الله به غیر از ذات تو کس دیگر عبادت نمی کنیم، به غیر از شریعت تو اطاعت کسی را نمی کنیم، قوانین دیگر را نمی پذیریم، و یا الله عبادت و اطاعت تو را به طریقی کی می کنیم؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم می کنیم. پس عبادت الله نمیشه مگر به طریقه رسول الله
صلی الله علیه و سلم. هر کس که از راه و طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم یک کمک خدا اوزو کرد به گمراهی میره و شیطان ایره شکار میکنه. امروز دشمنای اسلام چی میکنن؟ میخواه که مثلا تعهد اول تو را خراب بکنن. چه قسم تعهد اول تو را خراب میکنن؟ که مثلا تو را میگه که عبادت به غیر الله بکو. به هزارها طاغوت پیدا شدن که ادعا میکنن برای من سجده بکو، برای من رکوع بکو، سر برای من خم بکو. اینه. یا از شخصیت ها را معرفی میکنه برو به مجسمه فلانی عبادت بکو، برو به قبر فلانی عبادت بکو، تا تعهدت را که با الله کردی که فقط الله را عبادت کنی از پیش بگیره. یک تعداد دیگه کوشش میکنه که به عوض شریعت الله قانون غیر الله را که این تواقیت نمیده میشه این سر تو تطبیق بکنه. مثلا میگه که اگر تو در ملک ما میایی و میخوایی که در اینجا تو چی کنی، تو قبول شوی، باید دست سر همون کلامی که ایمان داری سر از اون دست بان سر قرآن و بگو که معنی قانون از اینا را که ضد شریعت الله هست، ضد دین الله هست، ضد طریقه رسول الله صلی الله علیه و است، این ما اطاعت میکنم. این تعهد تمشکنانه. و سوم ای که بسیاری کسای هستن که طریقه های را میسازن، راه های را میسازن که با راه رسول الله صلی الله علیه و سلم در تضاد باشن و مردم هم میگن که بین به ایران. این مشکل است. رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ عن جابر رضی الله عنه میگه، امام نسائی رضی الله عنه روایت میکنه که عن جابر یقول رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه من رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدم که یرمیل جمره، که جمره همون جمرات که در حج میزنن، سنگچله میگیرن و میزنن. میگه من رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدم که همون جمرات هم میزنن، ما شما میگیم شیطان هم میزنن، بوده جمرات است. و هو علی بعیره، و رسول الله صلی الله علیه و سلم همین جمره را میزنن در حالی که سوار است بالای شتر خود. و هو یقول، رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگفت؟ یا ایها الناس، او مردم، خذوا مناسککم، مناسکتان بگیرین. در روایت دیگه نه خذوا عنی مناسککم، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که از من مناسکتان بگیرین، یاد بگیرین من چه قسم حج میکنم، چه قسم مثلا طواف میکنم، چه قسم جمرات میزنم. فانی لا ادری لعلی لا احج بعد عامی، میگه من نمیفهم، شاید که من سال آینده باز حج نکنم. یعنی ممکن است که سال آینده من رحلت بکنم، موافات بکنم و شما باید مناسکتان از من یاد بگیرین. پس اینال عبادت نمیشه مگر از طریقی که باید به طریقی پیغمبر شود. حج ما که میکنیم به طریقی کی میکنیم؟ اونجا خدا قرآن آمده که حج بالای مسلمان ها فرض است، نه؟ اما طریقیش به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم. امام ابن ماجه رحمه الله روایت میکنه عن عرباض ابن ساریه، عرباض ابن ساریه یقول، میگه قام فینا رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه یک روز رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین ما خیست، ذات یوم، یک روز، فوعظنا موعظه بلیغه، میگه یک موعظه، یک وعظ بسیار بلیغ بر ما کرد. وجلت منها القلوب، قلبهای ما در تکان آمد. و ذرفت منها العیون، چشمها، اشکها از این خطبه رسول الله صلی الله علیه و سلم، ذرفت منها العیون، از چشمها اشکها پایین شد. فقیل یا رسول الله، گفته شد که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم وعظتنا موعظه مودع، گفت بر ما تو وعظ کردی مثل که یک کسی وداع میکنه میره، چی یک موعظه بر ما کردی؟ فعهد الینا بعهد، یک عهد بر ما بکو. فقال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم بر از اینا، یعنی بر ما یک عهده بتی، یک وظیفه بتی، یک تعهدی که ما بکنیم. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که علیکم بتقوا الله، بالایتان لازم است که از الله بترسین، تقوای الله را اختیار بکنین. و السمع و الطاعه، و سمع و طاعت بکنین وقتی که امیرتان، خلیفهتان مؤمن باشه، مسلمان باشه، شریعت الله را تطبیق میکنه و نافذ میکنه، نه قانون مخلوقات. به این خلیفه یا به این امیر مؤمنین، این کسی که در سر شما تعیین میشه، و این عبد حبشی، اگرچه امیرتان، خلیفهتان یک غلام سیاپوست حبشی باشه، او را اطاعت بکنین. پس شرطی که او به الله
اطاعت بکنه و رسولش اطاعت بکنه، شریعت الله را نافذ داشته باشه. خب و سترون من بعد اختلافا شدیدا، بعد از ما بسیار اختلافات میبینین. فعلیکم بسنتی، طریقی مرا بگیرین. لازم است به طریقی ما برین، در غیر از طریقی ما اگر دور میشین چی میشین؟ گمراه میشین. لازم بگردانین سنت مرا و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین و سنت خلفای راشدین. خلفای راشدین بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم خلافت اسلامی را تطبیق کردن. خلافت ابوبکر صدیق، خلافت عمر فاروق، خلافت عثمان ذی النورین، خلافت علی بن ابی طالب. این سنت خلفا را بگیرین، عضوا علیها بالنواجذ. این با امیدم داره نواجستم، مثل که یک چیز میخوایی که شخ محکم بگیری خطا نخوره، این با دندانای این بغلی کسی نواجد این کارش میگیری سخت. امی قسم سنت رسول الله صلی الله علیه و سنت خلفای راشدین امی قسم با کم بگیرین، به منهج از ما زندگی بکنین. ببینید که ابوبکر صدیق چه قسم عمل کرد. اول رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد از ببین که ابوبکر صدیق رضی الله عنه نظام سیاسیش چه قسم بود، نظام اجتماعیش چه قسم بود، چه قسم جهاد میکرد با امرای مثلا مرتدین، چه قسم اینا جنگیدن و چه قسم کسایی که از حکم الله سرباز میزدن حکم ارتداد از اونا را کردن. سنت و طریقه از اونا را بگیرین، از ابوبکر صدیق، از عمر فاروق. ببینید که عمر فاروق چه قسم حکومت ساخت، چه قسم خلافت ساخت، چه قسم تطبیق کرد، چه قسم فتوحات کرد، چه قسم جهاد کرد. و سنت الخلفاء راشدین المهدیین، این خلفای راشدینی که یا مهدی هستن یعنی هدایت شده هستن. هدایت رسول الله هم شهادت میده که اینا هدایت هستن. از کسی رای کسی ببینی که او هدایت شده، پشت کسی نرو که او خودش معلوم نیست که هدایت شده یا نشده. سنتی به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین، عضوا علیها بالنواجذ و ایاکم والامور المحدثات. احتیاط بکنین، خود محافظت بکنین از بدعت ها و چیزهایی که نوآوری میشه. بعضی کسا عبادت های ساختگی پیدا میکنن، راه های ساختگی پیدا میکنن، احزاب ساختگی جور میکنن که او مخالف شریعت الله هست، گروه های جور میکنن که مخالف قرآن و سنت خلفای راشدین هست، خود توتا و پارچه میکنن. شما از این محدثات از اینا دوری بکنین. فإن كل بدعت ضلاله، باید یقینا بدانین که هر نوآوری در دین گمراهی هست. در دین چیز نو، چون دین الیوم اکملت لکم دینکم، دین تکمیل شده، عبادت ها بیان شده، رسول الله صلی الله علیه و سلم او عبادت ها را کردن، دیگه عبادت جدید نیست. وقتی که کسی عبادت دیگی در دین پیدا میکنه، این عبادت نیست، بدعت است و هر بدعت گمراهی هست. و ما شما در حرکات نماز میگیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. یا الله ما را مغضوب علیهم نساز، عالمی که عمل نمیکنه، و الضالین و کسی که بدعتکار است و در دین چیزای نوآوری میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.